این که ما بخوایم رفتار صالح، عمل صالح داشته باشیم، این همش وابسته به ایمان نیست، بلکه طبق آیه قرآن که فرمود کلون یعمل علی شاکلته، انسان‌ها بر اساس شاکله وجودی خودشون خیلی از اعمال رو انجام میدن. این شاکله به تعبیر شخصیت به مرور زمان ایجاد میشن. به تعبیر ساده تر مهارت خیلی تعیین کننده هستن در اینکه انسان عمل صالح انجام بده. مثلا در یک روایتی هست کسی که سوء خلق داره این گناهش بخشیده نمیشه. این عبارت هست سوء الخلق ذنب لا یغفر. خب چرا سوء خلق بخشیده نمیشه؟ هر بار از یک گناهی خارج میشه به واسطه اون خلقش دوباره بر میگرده توی اون گناه، به خاطر عادت رفتاری بدی که داره نمیتونه خودشو کنترل بکنه. یکی از عناصر بسیار کلیدی تقوا این است که انسان خودش رو مراقبت بکنه و یکی دیگه از عناصر خوبش اینه که این مراقبت اینقدر انجام بگیره تا به مهارت برسه. به مراقبت رفتاری وقتی که نگاه میکنیم کار سخت میشه، به عادت وقتی نگاه میکنیم کار آسون میشه. اگر کسی بگه تقوا کار دشواریه، میگیم آغازش دشوار مینمایاند، طول میکشه تا آدم به اون مهارت برسه، اما این سختی باقی نخواهد ماند. آدم عادت میکنه، مهارت پیدا میکنه. بعضی ها اینجوری تصور میکنن، فکر میکنن شدت ایمانشون به خدا باید اونها رو وادار به کار نیک بکنه. این یک اشتباه بزرگه، چون اصلا شدت ایمان پدید نمیاد مگر اینکه شما مدتی عمل صالح انجام بدید و مدتی گناه رو ترک بکنید. اصلا کسی دنبال این نباشه که یک شوق سنگینی در او ایجاد بشه تا برای نماز شب بیدار بشه. عمل بر ایمان تأثیر میگذاره، عمل بر محبت انسان تأثیر میگذاره، عمل خوف میاره، عمل شوق میاره. لذا می‌بینید اسلام پر است از دستور. چرا عمل اینقدر مهمه؟ وقتی شما بدونید عمل خیلی مهمه، تقوا رو شروع میکنید. از مراقبت بعد به عادت میرسید، یا از مقابله با عادات بد تا به رهایی برسید. رفتار خوب همش وابسته به ایمان نیست. همین مقدار ایمان شما خیلی شما رو میتونه جلو ببره. ما گیر عادتهای نفسانی هستیم، ما گیر مهارتهایی هستیم که نداریم. همین مقدار ایمان و معرفت که ما داریم بسه. همت میخواد برای عمل. این همت برای عمل یک بار از فراوانی عشق و شور و شوق و خوف و محبت، یک بار از درایتی که فرد داره برای اهمیتی که به عمل میده. این مشکل بسیار بزرگ ماست که ما باید ارزش عمل رو پیش خودمون ببریم بالا تا اهل مراقبه بشیم. اصلا متقی یعنی مراقب. متقی نه کسی که خیلی مؤمن است در اثر ایمانش به تقوا رسیده است. تقوای قبل از ایمان میتونیم داشته باشیم. آدم اهل نظم، آدم اهل مراقبت که با مراقبت به نظم رسیده. پس کسی منتظر ایمان نباشه برای اینکه تقوا داشته باشه. همین مقدار ایمان کافیه. بدون ایمان هم ممکنه انسان اهل تقوا بشه.
اهل مراقبت بشید، چون اصلا شدت ایمان پدید نمیاد مگر اینکه شما مدتی عمل صالح انجام بدید و مدتی گناه رو ترک بکنید. ما گیر عادتهای نفسانی هستیم، ما گیر مهارتهایی هستیم که نداریم.